مینا بهراللهیوا، رقاصه و سراینده مشهور تاجیک که با پوشیدن لباسهای نیم برهنه و رقصهای شهوت‌انگیز مشهور است. لباسی میپوشد که قریب کاملا برهنه و لوچ است، ولی کسی این رو بیگانه پرستی نمیگوید، بلکه این رو پیشرفت و مدنیت میگویند و چون این زنان نیم برهنه مورد احترام و قدردانی قرار میگیرند. مگر این از روی انصاف و مسلمانی است؟ حیرانم که بیگانه پرستی رو فقط در زنان مسلمان حجاب پوش میبینند. زن مسلمان به خاطر حجابش جریمه می شود، ولی کسی دم نمی زند، بلکه خائنان ملت در لباس وطن دوستی آمده جریمه شدن زنان حجاب پوش را طرفداری می کنند و دستگیری می کنند. خانم مینا، پیامبر خدا درود خداوند بر او باد، صفت زنان دوزخی را بیان فرموده اند که آن صفتها در تو 100% دیده می شود. خوب اندیشه کن. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می فرماید: دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیده ام. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس آنها تنگ و تنوک یا نیم برهنه است که بدن آنها نمایان است. فرمودند آنها داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. در روایت دیگر آمده است که می فرماید آنها را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده اند. خانم مینا، اگر دنیا میخواهی و پروای آخرت نداری، این را یقین بدان که خداوند دنیا را به تو میدهد، مال و ثروت و شهرت همه اش را به تو میدهد، ولی در آخرت برای تو هیچ نصیب نخواهد بود. این سخن من نیست، وعده پروردگار عالمیان است. اگر مسلمان باشی در این پیام پروردگارت کمی اندیشه میکنی. خداوند در سوره اسراء میفرماید: هر کسی دنیا بخواهد، یعنی مال و ثروت و شهرت بخواهد و پروای آخرت نداشته باشد، بزودی هر کسی را بخواهیم هر قدری که بخواهیم به او دنیا میدهیم، ولی بعد از آن در آخرت برای او جهنم را قرار میدهیم که با ذلت و خواری و رانده شده به آن داخل می شود.